من یه سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم که این گوساله های شما چی میخورن؟ سفیده یا سیاه ها؟ سفیدا. سفیده علف میخورن. علف میخورن. بعد سیاه ها؟ اونا هم علف میخورن. و هر دو علف میخورن دیگه. حالا اینا رو با چی میشورین شما؟ سفیده یا سیاه ها؟ سفیدا. با آب میشوریم. بله. سیاه ها رو با چی میشورین؟ اونا رو با آب میشوریم. بسیار عالی. یعنی هم سفیدا رو هم بله. سیاه ها رو با آب میشورید. حالا بذار اینا رو کجا نگهداری میکنید؟ سفیده یا سیاه ها؟ خب آقای محترم، سفیدا. حالا سفیدا. تو طویله بزرگ. سیاه ها رو کجا نگه میدارید؟ اونا هم تو طویله بزرگ. بله. پدر جان شما منو سر کار گذاشتید دیگه، مثل این که دیگه یا من مسخره کردید. حالا هر سفیدا هست که سوال میپرسید اینا رو جدا میکنین از هم. آخه سفیده مال خودم هستن. آها، پس سفیدا مال شما هستن. بسیار ببخشید سوء تفاهم. خواهش میکنم. حالا سیاها مال کی هستن؟ اونا هم مال خودم هستن. بله. بله.